متاسفانه که امروز قدم های نخستین خود را به خانه بخت یعنی به آشیانه های بلندترین زندگی میگذارند تبریک گفته و برایشان تمام خوشی های زندگی را تمنا دارم. البته این همه کوشش و زحمت های پدر و مادر به حساب می رود که همیشه کوشش میکند که فرزند خود را خاندار سازد و امروز این خاندان توانستند و فرزند خود را خرسند ساختند و برای پدر این خاندان گفتنیم پدر بختی نیکویت مبارک، پدر بختی نیکویت مبارک، چونین روز و چونین تویت مبارک. پسر را از حیات آگاه کردی و را خوشبخت کردی، شاه کردی. و به خاطر مادران بزرگ گفتنیم خوبتر زینام مادر نام نیست، خوبتر زینام مادر نام نیست، خوشتر از ایام او ایام نیست. مهری و بخشد حرارت بر جهان، این حدیث پخته هرگز خام نیست. جان و دل را میکنیم افشانی و در بیستاتم به از این عام نیست. و به خاطر داماد امروزه عبدالرسول جان برادر عزیز گفتنیم ایا داماد تو شاه جوانی، ایا داماد تو شاه جوانی، بدان زین پست و قدری یار جانی. تو را خدمت بشد امشب مددگار، شدی هم خانه نیکوترین یار. و به خاطر گلعروس نازنین که به این خانه قدم رنجه کردن گفتنیم عروسای خواهرم زینهار زینهار، عروسای خواهرم زینهار زینهار، دل یار عزیزت را میازار. اگر یک ذره دانی قدر شوهر، بدان تو مادرش را جای مادر. که مادر هیچ بدخواهی پسر نیست، زی مادر هیچ کلین را ضرر نیست. و بار دیگر توی مبارک شود. و در آخر گفتنیم گل و سه برگه پایانداز امشب، گل و سه برگه پایانداز امشب، حیاتی نو بشد آغاز امشب. عزیزان مرحبا بر توی مایان، در دل بر شمایان باز امشب. سلامت باشید.